سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. سفر هیئت اقتصادی قرقیزستان به کابل، بحث درباره طرح‌های ساخت مارکت‌های تجارتی در نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی در چند ولایت کشور و ضرر 4.5 میلیون دلاری پاکستان از بهره بسته ماندن مرزها با افغانستان. امروز چهارشنبه 26 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. در جریان سفر رسمی هیئت قرقیزستان به افغانستان، خانه تجارت این کشور با حضور نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و بیکیک صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان در کابل افتتاح شد. وزارت صنعت و تجارت افتتاح این خانه را گام مهمی در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و قرقیزستان دانسته است. در نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی درباره طرح‌های ساخت مارکت‌های تجارتی در ولسوالی‌های گوسفندی ولایت سرپل و شهر شپرخان مرکز ولایت جوزجان بحث شد. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که در این نشست به کمیته تعیین شده وظیفه سپرده شد تا تحلیل همه‌جانبه طرح‌های یاد شده را انجام داده و گزارش نهایی آن را به کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی ارائه کند. وزارت عدلیه میگوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده از آغاز سال جاری قمری تا اکنون نزدیک به 761,000 جریب زمین در سراسر کشور عمارتی تثبیت شده است. این وزارت افزوده که در این مدت همچنان هیئت سروی و تشخیص علفچرها بیش از 4,167,000 جریب زمین علفچر عامه را در مرکز و 10 ولسوالی ولایت بادغیس تثبیت و در بانک زمین ثبت کرده است. و در اخیر روزنامه پاکستانی ایدان به نقل از مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان گزارش داده که بسته ماندن مسیرهای تجاری این کشور با افغانستان تا اکنون 4.5 میلیون دلار به تجارت پاکستان ضرر وارد کرده است. مسئولان این اتاق هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت صادرات فصلی از جمله کینو و کچالوی پاکستان نیز متحمل ضرر 200 میلیون دلاری خواهد شد. در این گزارش همچنان آمده که توقف واردات زغالسنگ از افغانستان هزینه‌های تولید را برای صنایع پاکستان افزایش داده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.